مرزبان‌های تاجیک شب 30 به 31 مای در فضای دیهه خواجه اعلی جماعت چورکو در مرز اسفره با نویه بادکند قرقیزستان یک هواپیمای بی‌سرنشین قرقیزستان را با تیر سلاح زده از بین بردند. در این باره در فیسبوک بلاگر مقیم چورکو اسمت الله تقایف که بسیار وقت مقامات قدرتی مستقر در مرز اسفره خبرهای مربوط به وضع سرحد را توسط او نشر می‌کنند خبر داد. تفصیلات دیگر درباره این حادثه آورده نشده است. مقامات رسمی این خبر را تصدیق یا رد نکردند. این خبر در حالی است که همگی یک ماه پیش در روزهای پایان ماه اپریل در مرز قرقیزستان و تاجیکستان زد و خوردهای مسلحانه صورت گرفت که در جریان آن از جانب قرقیزستان 36 نفر کشته و 154 نفر زخمی گردیده، از جانب تاجیکستان 19 نفر کشته و 87 نفر مجروح شدند. حالا وضع در مرز نسبتاً آرام شده است، ولی هفته گذشته درباره بازداشت دست کم 5 شهروند تاجیکستان با اتهام عبور غیر قانونی مرز قرقیزستان گزارش شد. از جمله 3 ساکن خواجه اعلی را زمان دستگیر کردند که آنها در منطقه های بعثی مرز چاروای گم شده خود را جستجو می‌کردند. همه این 5 نفر را در نتیجه مذاکرات با مقامات قرقیز آزاد کردند.